ماجرای حمله ناپلئون به روسیه و شکست ناپلئون در این حمله، این هم تولستوی تو جنگ و صلح کاملا تشریح کرده، هم ویکتور هوگو تو بینوایان. روایت تولستوی روایت روسی است، یعنی به طور کامل یک افتخار آفرینی بر روس‌ها. حالا شکست خوردن، یعنی ناپلئون تا مسکو رفته، اما در عین حال اون چیزی که پیش میاد یک افتخار بزرگ برای روسیه و برای سرداران روسیه و برای مردم روسیه است. اما شما اونجا که نگاه کنید می‌بینید نه، ناپلئون شکست خورده اما در عین حال ذلیل نشده، پست نشده. حالا شما که نمیتونید بگید که ویکتور هوگو مثلا فرض کنید که یه آدم صادق یا مردم دوستی نبوده، که قطعا بوده، یه شخصیت برجسته است، اما مراقب حیثیت میهنش هست، مراقب حیثیت حتی ناپلئون هست.